شما یاد داشته باشین یک نفر به نام صدرالدین نجم‌الدین، میدونین همین نفر شما؟ صدرالدین نجم‌الدین هم یک نفری بود که مثلا آوازخوان بود، بسیاری مردم دوستش می داشتن. حکومت کار کرد که همون کشور را ترک کنه، از کشور فرار کنه. وقتی که صدرالدین هر چیزی که داشت او چیزاش گرفتن، با او ظلم کردن، او را تحقیرش کردن، تا سیگانی تا فلانی، تنها به خاطر چی؟ به خاطری که او انسان از حق خود میخواست دفاع بکنه، میخواست که سربلندانه زندگی بکنه. اما امروز شما دیدید که ده ها هزار کیلومتر دور از تاجیکستان در کانادا زندگی میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که از معروف شدن یک انسانی که عدالت هم میفهمه، حکومت ترس داره. امروز شما ببینید که صدرالدین نجم‌الدین به یک انسانی تبدیل شده است که از حق دفاع میکنه و من خوشحال میشم که صدای او را گوش کنم، تنها به خاطر او که میبینم در همه جا وقتی که یک کار میشه در کشور، یگانه آوازخوان معروفی است که از حق مردم صحبت میکنه، از به دفاع مردم آماده است. و من باز یک بارگه از صدرالدین نجم‌الدین دعوت میکنم دوستی عزیز، از مخالفین، از سیاستمداران نگریز، بیا در اینجا یک جایه با مردم مبارزه بر، مردم میشناسند، از این چیز استفاده بر، مردم بفهمون که این حکومت ظالم است، مردم بفهمون که چخیل بردن در امنیت تنقیدت کردن، چخیل بردن اذیتت کردن که ای سیگانت کی هستی در اینجا معروف هستی، چیزی که داشتی گرفتنت، خرید که زندانت کنن. همه چیزا را برای مردم بگو که این خیلی گپا هست دیگه، آواز نگاه بکنن بیاموزن. امروز ما به تک تک شما مراجعت میکنیم، هر یک نفری که امروز شما معروف هستین، هر یک نفری که شما امروز میدونین ناعدالتی های این حکومت، بیاین به صحنه سیاست، بیاین به صحنه او صحنه عدالت خواهی و این صحنه عدالت خواهی ما و شما را پیش میبره، این صحنه عدالت خواهی سری ما و شما را بلند میکنه. و این را یک مراجعت خواستم برای خود از صدرالدین نجم‌الدین که ما روزهای آخر میبینم که حقیقت هم میگوی، روزهای اخیر میبینم که طرفداری میکنی از حقیقت، خیلی خوشحال میشم. هیچ وقت از آوازخوان‌های تاجیکستان راضی نبودم، اما وقتی که من دیدم که اینمی برادر تازه های، اینمی برادر واقعا عدالت دوست میداره، برای کمک مردم آماده های، برای مردم میخواد که یک کاری بکنه، در وقتی که به سر مردم ظلم میشه ساکت نمینشینه. من امروز میگم که صدرالدین باید شعرهای انقلابی بخونی. امروز از اون شعرهایی که مثلا مردیم خوردیم از او کرده برای خود صدرالدین نجم‌الدین شعرها و صداخوانی برای انقلاب بکن، برای آزادی بکن. نگاه که مردم چقدر تماشات میکنن، هر فرد این ملت در ماشینش ترا تماشات میکنه، هر فرد این ملت در ماشینش ترا گوشت میکنه. صدرالدین اگر که تو بیای شعرهای انقلابی بخونی، صحنه درست بکنی و نشان بدی با همون صدای زیبایی که داری، با همون صدای زیبات ندای حق به گوش مردم برسانی، از این کده دیگه خدمت بیشتر نمیشوه. کی میدونه که کی چند سال زندگی میکنه، اما نامی نیک تا بمان و با این نامی نیک صدرالدین ما با این چیزا واقعا چند وقت شد که من میخوام همین صحبت ها را برای خودت بکنم، میخوام که با خود همین باره صحبت بکنم، اما امروز همین چیز بر سرم آمد. ما یک بار دیگه به تو مراجعت میکنم صدرالدین نجم‌الدین که میبینم که عدالت خواهی، میبینم که جوان خوبی، میبینم که فهمشت خوب است. بخوان شعرهای آوازخوانی های انقلابی را، شعرهای انقلابی را که مردم در دلشان احساس بکنن که میخواهن آزاد باشن. با این صدای خوشت من آخرای وقت همین صدایت را میمونم، احساس فخر میکنم که واقعا یک نفر از آوازخوانی های ما پیدا شد که همین ناعدالتی را در این حکومت میبینه. نشون بده، بگو برای مردم که در امنیت بردن چی تحقیرات کردن، چی تحقیر به سر خودت چیده است، چی تحقیرت میکردن که ای سیگان هستی، ای فلان هستی، ای فلان هستی. همین چیزا برای مردم بگو و بیشتر باز مردم حقیقت بفهمن. امروز آوازخوان‌ها شما باید با مردم باشین. شما دیدین که در این دوام 30 سال یگان گپ نشد، یگان پیشرفت نشد و شما نیز پیشرفت نخواهید کرد در یک حکومتی که شما را نمیگذاره که پیشرفت بکنین. امروز یک نفر معروف به نام صدرالدین نجم‌الدین چرا که باید در کانادا زندگی بکند، در حالتی که وطن به گفته اومدی رحمانوف آباد و تنج یک گوشه از جنت است؟ چون که به سر او ظلم شده است و او نمیخواهد که در طی این ظلم زندگی بکنه، میخواهد که سرش بلند باشه. من نمیخوام که بگم این چیز حرام است این چیز حلال است، من همه چیز به خدا میگذارم، اما همچون یک انسان
صدرالدین، من احترامت میکنم و امید دارم که روز میشه که صف میکشی و در همون کانالی که باز کرده ای صدرالدین نجمیدین برای به خاطر شعرها و سرودها بخوان سرودهای انقلابی را و ببین که مردم باز هم چقدر بیشتر دوست خواهند داشت.